تصور کن بعد از کلی چت بالاخره با کسی که دوستش داری قرار گذاشتی. کافه دنج، قهوه خوش عطر، حرفا صمیمی، همه چی عالیه تا اینکه گارسون فاکتور رو میذاره روی میز. یهو سکوت. نه صدای قاشق میاد نه حرفی. انگار مسابقه طناب کشیه و داورش فقط یه چیزه: کیف پول شما. توی این ویدیو میخوام درباره یکی از جنجالی ترین بحثایی حرف بزنم که بعضی رابطه ها رو قبل از اینکه شروع بشن تموم کرده. پول کافه با کیه؟ بیا امروز تکلیف این داستان رو روشن کنیم. 3 راهکار طلایی و یه نکته حیاتی برات دارم. تفاوت ذهنیت نسل‌ها. واقعیت اینه که الان 2 جبهه داریم. نسل وای دهه 60 و 70 با این باور بزرگ شده که مرد باید حساب کنه و معتقد پرداخت کردن یعنی توجه، حمایت و اقتدار. اما نسل زد فریاد میزنه که برابری یعنی هزینه برابر. دنگی حساب کردن نشونه شعور، استقلال و احترام متقابله. اما واقعیت کف کافه های شهر یه چیز دیگه است. مسئله فقط پول نیست. حقیقت اینه که پشت اون فاکتور کوچیک یه عالمه ترس پنهون شده. پسرا میترسن اگه حساب نکنن برچسب خسیس بخورن و دخترا میترسن اگه تعارف نزنن سوء استفاده‌گر دیده بشن. اگه همیشه یکی حساب کنه کم کم یه دین نانوشته شکل میگیره. اگه هم همه چی دقیقاً نصف بشه حس میکنی تو جلسه تسویه حسابی، نه قرار عاشقانه. اما یه چیزی رو در گوشی بهت بگم، هیچ کدوم اینا به تنهایی درست نیست. مشکل از جایی شروع میشه که ما ارزش آدما رو به عدد روی فاکتور گره میزنیم، در حالی که نحوه برخورد ما با پول اولین تست شخصیته. اگه پارتنرت انتظار داره همیشه تو حساب کنی، ممکنه نشونه پرتوقع بودنش باشه. اما اگه اجازه نمیده حتی یه بار مهمونش کنی، ممکنه نشونه کنترلگری باشه. میبینی؟ موضوع فقط پول نیست. موضوع انعطاف و تعامله. کسی که سر یه قهوه نمیتونه باهات به توافق برسه، فردا سر اجاره خونه و خرید ماشین میخواد چیکار کنه؟ حالا قبل از این که 3 راهکار طلایی رو بگم، تو بهم بگو بدترین یا عجیبترین تجربه‌ای که موقع پرداخت داشتی چی بوده؟ توی کامنت ها برام بنویس، چون تجربه‌های واقعی از هر تئوری آموزنده تره. حالا میریم سراغ 3 راهکار طلایی و حرفه‌ای. 1. قانون دعوت کننده. هر کسی پیشنهاد قرار رو داده آمادگی پرداخت داشته باشه. 2. مدل چرخشی. این سری من، سری بعد تو. این مدل حس صمیمیت و شراکت میده، نه حساب و کتاب. 3. صداقت قبل از قرار. اگه دانشجویی یا این ماه دستت خالیه، خجالت نکش. پیشنهاد یه پیاده روی ساده بده. باور کن اونی که برات ارزش قائله دنبال منوی گرون قیمت نیست. اما نکته حیاتی و مهم که نباید یادت بره، طرف مقابل نباید تماشاچی باشه. حتی اگه پارتنرت اصرار کرد حساب کنه، یه جمله ساده مثل دفعه بعد نوبت منه یا دسر رو من حساب میکنم نشونه پختگی عاطفیه. همین جمله‌های کوچیک فرق آدم بالغ با آدم طلبکار رو مشخص میکنه. در نهایت اگه رابطه‌ای قرار سر یه فاکتور از هم بپاشه، شاید همون بهتر که زودتر تموم بشه. عشق واقعی بالاتر از عدد روی کاغذه، اما احترام متقابل دقیقاً از همین لحظه‌های کوچیک شروع میشه. اگه کسی رو پیدا کردی که کنارش میتونی بدون خجالت درباره پول حرف بزنی، تبریک میگم، تو یه قدم جلوتری. اینجا رابط میدیاست، جایی برای بلوغ رابطه ها. سابسکرایب کن چون قراره با هم حرفه‌ای تر عاشق بشیم.